ما از این دنیا میریم بیرون 5 تا حس دادن به ما. خب از اینجا که میریم اونور این 5 تا حس رو کلا میبوسن میذارن کنار. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت همه دوستان عزیزم. جلسه قبلی در مورد خداشناسی صحبت کردیم. این جلسه میخوام در مورد مسئله جبر و اختیار باهاتون صحبت کنم. من پیشنهاد میکنم حتما برگردید جلسه قبلی رو نگاه کنید که این جلسه تکمیلی همون قسمته. شاید این قسمت رو همینجوری نگاه کنید دچار تردید بشید. به خاطر همین من لینکش رو میذارم همینجا تا برگردید و اون قسمت رو ببینید. ببینید دوستان، تا اون جایی صحبت کردیم که ما خداوند رو داریم قضاوت میکنیم. خب ببینید، خداوند همون جور که خودش خالقه، انسان ها هم یک نوع خالق هستن دیگه. صحبت کردیم که ما مثلا اشیا رو ما ساختیم که اگه اون اشیا زبون داشتن با هم دیگه میتونستن صحبت کنن، مثلا می اومدن از هم دیگه بپرسن که خدای ما چه شکلیه، میبینن ها، ولی چون چشمشون یه جور دیگه است متوجه نیستن که ما خالقشونیم. میگن مثلا خدا ما رو شبیه خودشون میدونن، میگن مثلا فلانه فلانه، عین خودشون تشبیه میکنن. ما هم میایم چون 5 تا حس داریم، با این 5 تا احساس میایم خداوند رو قضاوت میکنیم. میگیم خداوند شاید دستش بزرگه، مثلا هیکل گنده‌ای داره، قدماش بلندترن، قدرتش زیاده، زور بازوش زیاده. اگه اینجوری بود خداوند باید یه مکانی بود دیگه، مثلا تو اون مکان وای میستاد. پس خداوند میرفت زیر سوال، چون اون مکان هم خودش خلق کرده. پس خداوند اونی که ما فکر میکنیم نیست. دوستان ببینید، یه مسئله ای هست، حتی یه زمانی خود منم باش مشکل داشتم، الانم خیلی ها باش مشکل دارن، که مسئله جبر و اختیاره. اگه بذاری یه روایت کوتاهی براتون بگم، فکر کنم اگه اشتباه نکنم یه نفر از حضرت علی علیه السلام پرسید آقا من اگه این سیبو بخورم قسمتمه یا قسمتم نیست؟ حضرت علی علیه السلام بهشون گفتن اگه بخوری قسمتته، اگه نخوری قسمتت نیست. ببینید دوستان، اگه الان به خودمون بیایم یه لحظه فکر کنیم، همه ما اختیار داریم. متوجه دیگه، مثلا هر کاری میتونیم دوست داریم میتونیم بکنیم. مثلا من میتونم مثلا الان برم از مثلا بیرون، مثلا یه مشروبی بیارم بخورم، میتونم مثلا قرآن رو بردارم بخونم، این دست خودمه. درسته؟ میگن خدا همه چیز رو میدونه، یعنی آینده ما رو هم نوشته، سرنوشت ما هست، همه چیز هست. درسته؟ بعضی هم میگن آقا اگه خداوند سرنوشت رو نوشته این ناعدالتیه دیگه، من مثلا دیگه چرا تلاش کنم؟ ببینید دوستان، اینجا بحث زمان وسطه. این مسئله واقعا خیلی پیچیده است، میدونم درکش سخته، ولی حالا من زبون یعنی قاصر از گفتنش، ولی من یه مثالایی میزنم دیگه. ببینید، یه تیکه پلاستیک رو میندازی مثلا روی زمین، خب میگم پلاستیک مثلا دیر جذب زمین میشه، این یه عمری داره دیگه. درسته؟ این عمرش رو چی تعیین میکنه؟ خب کره زمین میچرخه، خورشیدم بهش میتابه، میگه یه روز گذشت، 2 روز گذشت، 3 روز گذشت، 4 روز گذشت. درسته؟ این تا از بین میره. همه چیز که توی دنیا هست، همه چیز اینجوری توسط گردش زمین از بین میره دیگه. درسته؟ حالا بیایم بریم بالاتر از خورشید، بریم بالاتر از آفتاب، بریم بالاتر از منظومه شمسی. اونجا چطوریه؟ اونجا زمان فرق میکنه دیگه، حتما فرق میکنه. اینجا روی کره زمین هستیم، هر یه گردشش یه روز عمر ما رو میگیره. خب پس میریم بالاتر، زمان فرق میکنه، بریم بالاتر باز فرق میکنه، بریم بالاتر، هر چقدر بریم بالاتر تا بریم پیش خدا، زمان میشه 0. یعنی زمانی وجود نداره. درسته؟
الان من مثلا یه آینده ای دارم دیگه، درسته؟ همونطور که مثلا یه نفر اومد پیش حضرت علی علیه السلام و گفت آقا من که به شما انقدر مثلا علاقه دارم، جایگاه هم چطوریه؟ حضرت علی گفتن، دو انگشتشون اینجوری کردن، گفتن از وسط انگشتام نگاه کنید ببینید چی میبینید. از وسط انگشتاش نگاه کردن، رفتن آینده، رفتن مثلا 200-300 سال آینده. خب رفتن دیدن یه قصابی هست که عاشق حضرت علی علیه السلام هست و به خاطر اون، حالا داستانشو نمیگم طولانی بشه، میبینه که به خاطر حضرت علی کشته میشه اون مرد. خب آینده، پس نتیجه میگیریم که هم آینده هست، آینده پس هست دیگه، هم گذشته هست. ببینیم ما، این واقعا سخته گفتنش، یعنی یه چیزی نیست که با جمله وصفش کرد. ما هم به دنیا نیومدیم، هم به دنیا اومدیم، هم مردیم، هم هستیم. خب پس اگه آینده هست، منی که نمیدونم اون برنامه زندگی پس از زندگی رو دیدین یا نه، هر کی میمیره میره از گذشتهش دوباره نگاه میکنه. ببین الان منی که اینجا نشستم، خودم فرض میکنم مثلا من توی سن 50 سالگی مثلا مردم. خب وقتی من میمیرم، خب برمیگردم از نوزادی، از بالا از 2 تا زاویه میبینم دیگه. یه زاویه خودمم که فقط خودم میبینم، یه زاویه هم اون روح منه که داره منو میبینه. درسته؟ از کجا معلوم الان نه منو داره نگاه نمیکنه؟ حتما هم نگاه میکنه. پس من زندگی کردم، مردم. خب چون ما توی زمان گیر افتادیم، تو بعدی از زمان گیر افتادیم، به خاطر همین درکش نمی کنیم. وقتی که مردم اون موقع درک میکنم. همه ما هم زندگی، هم به دنیا اومدیم، هم مردیم. ببینید توی سینماها یه دوربینی بود، یه نگاتیو مانندی، نمیدونم چی اسمش، کلا صحنه ها رو عکس به عکس بود. اون وقتی که میچرخید فیلم پخش میشد. خب ببینید زندگی همونه، هم اولش هست، هم آخرش هست، هم وسطش هست. ما توی زمان گیر افتادیم. خب وقتی ما از این دنیا میریم بیرون، همونطور که از شکم مادر اومدیم بیرون، اونجا با نافمون داشتیم ارتباط میگرفتیم، فقط میدونستیم ناف چی هست. بعدش اومدیم اینجا، ناف قطع شد، 5 تا حس دادن به ما. خب از اینجا که میریم اونور، این 5 تا حس رو کلن میبوسن، میذارن کنار، اصلا کلن تعطیل. اونجا شاید 100 تا، شاید 200 تا، شاید نمیدونم، حتما که بیشتر از اینجاست. یه احساس متفاوتی میدن، با اون احساس درک میکنیم که بله اونی که میگفتن اختیارداری این بود، بله اینی که مثلا جبره این بود، اینی که خدا نوشته این بود. پس خودتون رو میگم، من پیشنهاد میدم درگیر نکنید، درگیر این مسئله بشین. این شیطانه، خود شیطانه که میخواد یه جوری از راه پدر بکنه، چون ما مقام خیلی بالاتری داریم. به خاطر اون مقام شیطان میاد توی ذهن. گفتیم دیگه، صحبت کردیم قسمت‌های قبلی، صحبت کردیم در مورد شیطان که چطوری نفوذ میکنه. شیطان میاد میگه آقا مثلا خدا اگه میدونه تو چرا تلاش میکنی؟ تو سرنوشتت نوشته شده. نه، سرنوشتت هی عوض میشه، ولی اون عوض شدن هم یه چیزی هست، بعدش متوجه میشیم که چی بود این. درسته؟ اگه فکر کنم توضیحات کامل بود در مورد جبر و اختیار، یعنی میگم زیاد درگیرش نشین، زیاد درگیرش بشین دیوونه میکنه. مثلا فرض کنین یه چیز بگم، یه مثالی بزنم اینم خوبه. فرض کنید مثلا یه نفر میاد یهویی به من میگه بلند شو بریم یه جایی. میگم من حوصله‌شو ندارم و فلان، بالاخره به زور منو بلند میکنه میبره یه جایی. خب من نمیدونم منو میخواد کجا ببره، اصلا یعنی هیچ ذهنیتی ندارم. منو مثلا میبره، میگه بیا جلوی ساختمونی نگه میداره، میگه بیا بریم داخل. میریم داخل،
در رو باز میکنم میبینم مثلا کیک آماده کردن، مثلا چراغا رو خاموش کرده بودن، یه لحظه چراغا رو روشن میکنن، کیک آماده کردن، همه دست میزنن، مثلا میگن تولدت مبارک، اینا از این جریانا دیگه خودتون میدونید. من اونجا تا زمانی که نرسیده بودم اونجا نمیدونستم چه اتفاقی میخواد بیفته. اونجا دیدم مثلا به خاطر تولد من که اصلا یادم نبود یه تدارک‌های دیدن. خب اون دنیا هم همون جوریه، وقتی ما واردش میشیم میگیم آها پس این بود. این جلسه رو من نمیخوام دیگه طولانی کنم، همینجا پایان میدم. جلسات بعدی ایشالله در مورد خیلی چیزایی که خیلی کم شنیده شدن بازم صحبت میکنم. تا جلسات بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپرم. یا علی.